سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به ویدیو جدید. همونجا که می‌بینید اومدیم با یه دونه ویدیو جدید دیگه که قراره این به بعد ویدیومون مثل قبل با صدا باشه و توضیح کامل بهتون بدم که بتونید راحت‌تر پلی بدید. طبق نظرسنجی که گذاشته بودم گفته بودید که با صدا بذار ویدیو رو. خب اومدیم این ویدیو که قرار بریم لیگ 10 و خوردیم به نمیشناسمش، یه دونه اسکلت دراگم از عقب میندازیم چون لاوا تو دستمون نداریم، بالونی چی هم نداریم تو دستمون، دک حریف هم رو نمیدونیم. یه دونه بربر اینجا میندازیم که اگر آرجی باشه دکش بتونیم راحتی دفاع کنیم و بوله رو میندازه. احتمال داره که گلمین جاینت باشه، حالا نمیدونم ولی بازم بعد حواسمون باشه. و حتما چنل ساب کنید، لایک ساب کامنت فراموش نشه، واسه دوستاتون هم شیر کنید. از این بعد قرار تمامی ویدیو با صدا باشه و کلا بریم بالا. خب سمت راستمون مشکلی نیست، احتمال داره که بگیره. یه دونه تیر میزنیم فقط روی آرچراش و اینا، تاور سمت راست میدیم، تاور سمت چپمون دمیج شده ولی هیچ مشکلی نیست. اینجا رو ساب میکنیم ببینیم حریف کارتی میندازه یا نه. و بله خیلی هم خوب، تا اینجا کار خوب پیش رفته. یارو آرچرش هم رو انداخته، آرچر بعدیش اولوشنه ولی بازم ما باید حواسمون رو جمع کنیم که حمله اینا میکنه یه دفعه تاور ندیم. خب یه دونه بربر سری میندازیم از جلو ببینیم کارتی میندازه یا نه. بله فکر کنم خیلی هم خوب، عالی. الان دیگه درست حالا دمیج زیادی بهمون زده ولی ما باید حواسمون رو خیلی جمع بکنیم که الکی تاورمون رو نگیره. تاور دوم همیشه نباید الکی بدیم، بستگی به شرایط داره. الان باید سریع دمیجش بدیم چون ما عقبیم، نزدیک 1500 تا دمیج، 2000 تا دمیج عقبیم. بله خوشبختانه میزنه، ببینیم فایرشو میزنه یا نه. بله خیلی هم خوب، به نظرم یکیش میز رفت. بله خوبه، یه دونه بالون، یه دونه فریز، اکسیرمون 3 تا بشه سریع تیر رو بزنیم. عالی خیلی هم خوب، یه دونه دمیج میزنه. به نظرم دمیجی تقریبا رسیدیم بهش، حالا با 300 تا اختلاف ولی هیچ مشکل نیست، تقریبا رسیدیم بهش. عالی عالی خیلی خوبه، باید حواسمون جمع کنیم. تقریبا بهش رسیدیم، یه حمله دیگه همینجوری بزنیم کلا تاور دمیجش نصف میشه. یه دونه بالون میندازیم جلو اسکلت دراگا، الکی لاوار نمیندازیم چون فایر داشت میزد، الکی ارزش نداشت. اون لاوا الکی دم تاورش میموند و اون اکسیرش پر میشد و خب کار ما سخت میشد. اینجا یه دونه بربرا رو میندازیم، خوبه. بولر دمیج تیسنگش نمیرسه، بله خوبه خیلی هم خوب، هیچ مشکل نیست. الان اکسیرون پرشه، یه دونه لاوا رو میریم از سمت راست دم پل و یه دونه هم بالون پشتش سری ببینیم الان چه کارتی میندازه. بله خوبه، برو احتمال داره فایر بزنه، الان نزد، خوبه. یه دونه اینفرنو دراگ و تموم. جی منتظر موندود که لاوا بپوکه و فایر بزنه ولی ارزشی دیگه نداشت. سیزن قبلا متاسفانه چون تایم زیادی نداشتم واسه پلی دادن نتونستم رنگ خوبی بزنم، رنگ 49 شد ولی سعی میکنیم این سیزن ببینیم میتونیم تغییرش بدیم یا نه. البته این سیزن هم خیلی فعالیتم کمه، مثلا روزی نیم ساعت یه ساعت اینا بیشتر نیستم که پلی بدم، ولی بازم هیچ مشکلی نیست. ببینیم میتونیم برسیم یا نه. یه دونه بالون از سمت چپ میندازیم، بله کنونو میندازه. سری ما یه دونه تیر رو بزنیم که بالون یه دونه دمیج بزنه سری بره رو تاورش، حداقل بمبش برسه. بله خیلی هم خوب، یه دونه فریز مولایی، خوبه 2 تا دمیج زد، خیلی هم خوب، خیلی عالی. یه دونه گوبلین رو میندازیم، به نظرم به راحتی دفاع میشه. عجله نداریم واسه سمت چپ بربر انداختن، الان میندازیم. درست حالا به تاور اون دمیج داد ولی هیچ مشکلی نیست. اینجا رو ساب میکنیم ببینیم رویال دلیوری چیزی میزنه یا نه واسه بربرا. بله رویال دلیوری رو میزنه، بازم باید ما ساب کنیم، هیچ عجله نباید بکنید جلو این دکا چون ضدتونه. باید ببینید حریف چه حرکتی میزنه و شما برعکسش انجام بدید. خب ساب میکنیم، بله میخواد خوکا رو بره، به نازم اینو میندازیم اینجا، خوبه.
6 تا اکسیر مصرف کرد، من این 4 تا اکسیر مصرف کردم و الان من 2 تا جلو هم. خوبه الان دیگه کارت حمله ای تو دستش نداره، مجبوره دفاع کنه که ما هم یه دون لاوار از سمت چپ میریم با خیال راحت. اگر تو دستش بود کارت هستیش نباید شما لاوار رو مینداختید. بنازم ابیلیتی دیر زد، خوبه، خیلی هم خوب، عالی عالی. ببینیم اگر کارتی بندازه تیر رو میزنم، کارتی نندازه بنازم. اکسیر خاصی البته نداره، ساب میکنیم. بله ابیلیتیش هم رو زد. الان یه دونه فریز میزنیم که رویال دلیوری میاد. رویال دلیوری رو نزد، خوبه، خوب پلی داد اینجا رو، قشنگ پلی داد. رویال دلیوری رو نزد چون فکر کنم میدونست. گفتم نمیندازه دیگه، البته مشکل نیست، باید حواسمون به تاور باشه، تاور سمت راست که حمله نکنه. یه دونه لاوا رو میریم، آماده ایم ببینیم میندازه. بله انداخت، یه دونه بربر، خیلی هم خوب. اینجا شما نباید عجله کنید اصلا. خب سب میکنم یه دونه سیل دراگ ببینم، نه اینفرنو رو میندازیم چون رویال دلیوری داره. یه دونه هم تیر میزنیم، یه دونه گوبلین واسه آیس اسپریتش. بله برازم خواستم که چون گیر کرد بود به کارت جدیده اینفرنو آیس اسپریت انداخت که بپره یعنی روش، که من سری گوبلین رو انداختم نذاشتم که بخوره به اینفرنو دراگ و تموم. جی جی تمام. اگر ویدیو خوشتون اومد لایک ساب کامنت فراموش نشه و واسه دوستاتونم بفرستید، اطلاع بدید که از این به بعد ویدیو با صدا هست و طبق روال قبل و قراره بریم بتر کنیم دیگه. و بله 3 تا بتل دیگه میخوایم ببینیم حالا حریف چی جوری میندازه و من لینک چنل تلگرام میذارم واسه دوستانی که لینک فرندمو میخوان. توی چنل تلگرام هر سیزن کل فرند پاک میشه و هر سیزن فرق میکنه، 30 تا 40 تا 50 تا اینا اد میکنم که شما هم اطلاعات داشته باشید دوستانی که توی چنل تلگرام نیستن. خب خوردیم به این، ببینیم حالا دکش چیه. اکسرون 10 تا شد. میتونیم بربر رو بندازیم، البته بستگی داره ببینم چه کارتی میندازیم. میتونیم هم بالون بندازیم از سمت چپ. بله ببینیم حالا چه کارتی میندازه. تورنیدو داره احتمالاً، نه دکش چیه، دکش یکم فهمیدم دکش زده ولی خوب دفاع شد، خیلی خوب دفاع شد چون ریج روش بود. بربرا خیلی دمیج زیادی یعنی میدادن و واسه همین من اسکل دراگا رو انداختم. خوبه الکترو دراگ و گلم و اینا هم داره ولی بازم ما حواسمون هست، اصلا عجله نداریم واسه زدن. تاورش هم خیلی خوب دمیج دادیم، البته دکشوریه که ضدمونو و میتونه راحت تاورمونو بگیره، یعنی نمیشه گفتش که میتونیم فقط دفاع کنیم تاور رو بگیریم یعنی نگه داریم. خب کالکتر اکسی رو میندازه، سریع یه دونه بالون رو میندازیم از سمت راست که بتونیم تاورشو بگیریم و تاور زیادی دمیج بشه. خیلی هم خوب. بله تورنیدو هم رو میزنه. اگر لامبر بندازه میتونم بربر بندازم، نه لامبر ننداخت، منم تیر میزنم. اینجا باید حواسمون باشه که سریع تاور سمت چپش رو بگیریم و نذاریم که این تاورش همینجوری 347 بمونه، چون مثلا مجبوریم 2 تا تیرمون رو بزنیم یا 3 تا تیر سایکل کنیم و بزنیم. خب یکم یعنی به ضررمونه. واسه همین لاوا رو از سمت چپ میریم، میتونیم یکم انگار دفاع مانند از لاوا استفاده کنیم و خلاصه یه دونه این فنودراگو میندازیم تقریبا روی گالم، سمت راست نمیندازیم، سمت چپ هم نمیندازیم چون بله همین حرکت زد. البته یه دونه فریز بنازم، هیچ مشکل نیست، تاور رو بگیره، هیچ مشکل نیست. ما الان بخوایم دفاع کنیم اکسیر کم میاریم، باید سریع یعنی حرکت رو بزنیم. بله گلمو میندازه چون اکسیر نداره، سریع یه دونه بربر بالون اصلا نباید اجازهش بدیم حمله کنه. خب قطعا کارمون سخت میشه. بنازم تاورشو به همین راحتی گرفتیم، یعنی اکسیر خرج کرد زیادی حواسش نبود. ما هم سریع از موقعیت این شما هم
با لاوا با هر دکی پلی میدید، حتی هوک که پلی میدید، مورتار که پلی میدید، هر دکی که پلی میدید بعد از موقعیت استفاده کنید و سریع تصمیمتون رو بگیرید و یارو رو تو فشار بذارید. وگرنه اگر بخواید در حالت مثلا عادیه کارت بندازه بشین دفاع کنین، خب میبازین قطعا. خب بریم واسه بتل بعدی که 2 تا بتل مونده و البته وین ریت هم زیاد مهم نیست، چون من اول سیزن باده که او نمیدونم بال بری که رو اینا رو زدم وین ریت پایین میافته، ولی هیچ مشکلی نیست، یعنی مهم نیست. انشالله یه دونه سیزنم که حسی شد از اولش با لاوا پلی بدم، سعی میکنم که یه دونه وین ریت خیلی قشنگ بزنم. خب اینجا سب میکنیم و که اکسیرمون یکم پر بشه. لاوارم رو که سمت چپ داره میره جلو، دکشم که میشناسید همگی، و یه دونه اینفرنو رو میندازیم یعنی پشت تاورمون تقریبا که گوبلینا نگیره بهش به اینفرنومون. بله مگانایتو میندازه، ما سری بالونو میندازیم، باید از موقعیت استفاده کنیم. حالا چون درست اکسیر زیادی هم نداریم و زمینی درستی نداریم واسه دفاعی، ولی مجبوریم حملمون رو انجام بدیم، چون بخوایم بشیم دفاع کنیم قطعا میبازیم. خیلی هم خوب. این فرنوی سمت چپ داره میره، البته نه فریز لازم نیست، یه دون تیر رو میزنیم روی آرچراشو که میمیره الکی نیان جلو، بعد بخواد پشتیشون رو پر کنه و بزنه. ترکیب یکم ضدمونه، ولی یه دون تاورش هم رو گرفتیم با هوشمندانه. این از عقب پلی دادم اونجا که دیدی یکم اشتباه کرد، ولی بازم تقریبا میشه گفت 2 تا تاورمون رو دمیج خیلی داده و اکسترون 10 تا بشه. یه دون لاوا از سمت راست میریم سری و هیچ عجله‌ای نیست واسه حمله، احتمال داره که الان از سمت چپ اکسیر پر بشه. بله از عقب انداخت، خواستم میگم از جلو میندازه ولی نه از عقب انداخت. خیلی هم خوب. اکسیر پر بشه. یه دونه بالون میریم سمت راست. بازم میگم سمت چپ زیاد مهم نیست، چون درست دمیج زیادی داده، ولی نه که بخوایم لاوا رو نندازیم بخوایم بشینیم تو دفاع. اوکی خیلی هم خوب. یه دونه تیرم رو میزنیم تا سمت راستش ما خیلی خوب تونستیم دمیج بدیم. خوبه، تقریبا میشه گفت تاورشو گرفتیم، یعنی نه که گرفتیم ولی بالاخره گرفتیم یه جوره، چون 596 تا جون داره و کلا خیلی کمتره، یعنی خیلی جلویم. یه دونه اسکل دراگ ببینیم. خوبه، عالی بنازم. یه دونه گوبلین هم میندازیم اینجا. اوه اسکل دراگ دمیج زد به تاور. تمام. یه سوسکی یه دونه دمیج میدیم با تیر که یواش یواش گرفته باشیم. از جلو بربران میریم که این آرچرهای تکاملش مدل تکامل نزنن، یعنی هر راه دور نزنن. خوبه، میتونم فریز بزنم ولی نمیزنم، عجله نداریم. یه دونه اسکل دراگ میریم اینجا مطمئنش کنیم. بله جی خیلی هم خوب. ببینیم میندازی یا نه. بله پیش بینی درست، بیاد جلو. اوه فکر کنم میادش جلو، حواسم نبود. تمام جی میذاریم فایرش هم بزنه و دیدید که بعدش بربر زدم به همین راحتی. خب فکر کنم یه دونه بتل دیگه مونده. بله یه دونه بتل دیگه مونده. ببینیم حالا حریف دکش چی هست و کی میندازه به اونو، میتونیم ببریم اصلا یا نه. و بازم میگم اگر دوست داشتید چنل لایک ساب کامنت فراموش نشه، زودتر دوست داشتید حمایت کنید و هم چنل یوتیوب هم کلا همه چی بره بالاتر. و توی چنل تلگرام همونجوری که گفتم لینکش میذارم، حتما فراموش نشه که جوین بشید. اگر واسه دوستانی که میخوان مثلا بدونن من کی میرم پوش، اینکه لینک فرندمو میخوان، و چون من هر سیزن لینک فرندمو میذارم توی چنل تلگرام، یعنی روز و ساعتش خبر میدم و لینک فرندو میذارم اونجا و تقریبا مثلا هر سیزن 40 50 60 اینا اد میشن. خب منتظر حریف هستیم، تقریبا یه دقیقه است که توی سرچ هستیم و ببینیم حریف. بله انداخت. ببینیم حالا دکش چیه. احتمال داره که دکش ضدمون باشه، ولی بازم باید ما حواسمون رو جمع کنیم. اوه باشکه گوبلین رو میندازه. بله خیلی خوب حد زدم که جلو میندازه.
خوبه. احتمال که نه، این دوتا کارتی که انداخته تا الان میشه گفت لاگ بیته که دکی ضدمونه. باید یه جور دیگه پلی داد که اصلا نباید اجازهش بدیم که حرکتی بزنه. این فرام میندازه جلو، ارزش نداره چیزی بندازیم پشتشون، بندازیم هم دفاع میشه. راکت هم تو دستش داره، اکسیرش هم رو داره و الان باید ما سب بکنیم که ببینیم حالا چی میندازه. داشت که یه چیزی انداخته بودم واسه آیس اسپریتش، البته هیچ مشکل نیست بازم، یعنی ما باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم. بله بالون ازم میندازم که 6 تا اکسیر بزنه و یه دونه اکسیر عقب بیفته و راکت شاید دستش بکشه. اینجا سب میکنیم، هیچ عجله‌ای نداریم، تیرو میزنیم این دفعه ببینیم کارت دمپل میندازه یا نه، یا بخوایم دفاعش کنیم. سب میکنیم تا اکسیرمون 10 تا بشه، منتظرم ببینم کارتی میندازه یا نه. اکسیر لیک میدیم، مشکل نیست چون کارتی نمیندازه. البته اون به نفعشه که بکشه زیر 1 دقیقه، خب اکسیر 2 برابر میشده که ریزه و راحت‌تر میتونه هم دفاع کنه هم حمله کنه و کار ما سخت‌تر میشه. یه دون لاوا رو از سمت راست میریم، 30 ثانیه هم مونده تا بیاد زیر 1 دقیقه. خب ببینیم احتمال داره که بشک گوبلین بندازه. واسه این بربرا رو از پشت تاور میندازم که بشک گوبلین ننداخت. خب الان اینجا باید سب بکنیم بریم سمت راست. بله خیلی هم خوب، اشکال نداره، هیچی نمیندازیم. بازم پشت لاوا هیچی نمیندازیم چون به راحتی دفاعش میکنه و الان میندازیم بالونو که مجبور بشه حداقل 6 تا اکسیر مصرف کنه و راکتشو بزنه. راکتو بزن، 6 تا اکسیر. بله بنازم یه دونه اکسیر الان عقب ما، نباید اکسیر لیک بدیم. واسه این فنور زودتر میریم سمت راست، دست اونم آماده است واسه گوبلینا که سمت چپ بندازیم. خوبه، خیلی خوب خیلی خوب. از عقب لاوا رو پلی میدیم، هیچ عجله‌ای نداریم چون اومدیم زیر 1 دقیقه و الان به نفع اون میشه گفت هست، چون چیز دیگه بکش کم اکسیر رو و کار ما سخته. سریع یه دون تیر رو میزنیم ولی بازم گیر یعنی دمیجشو میزنه به بربرا. خوبه اینجا قبلی که لاوا بمیره فریزو میزنم که بله راکتش میز بره که حداقل بمب بالون برسه. نرسید، یعنی ضربه نزد، اگر بمبش که دیدید رسید. خب خوبه، سریع یه دون لاوا رو میریم. بله یه دونه پیش بینی دیگه درست، صحیح، خیلی هم خوب. هیچ عجله‌ای نداریم، بعد حواسمون باشه فقط بربرا رو میندازیم. از وسط پرنسس میندازه، سریع یه دونه اسکلت دراگ. بله بنازم. بازم گرفت بربرا که خیلی بد شد. نباید به بربرا میگرفت یه دون دمیجو، ولی گرفت. بازم باید حواسمون خیلی جمع کنیم. یه دون تیر رو میزنیم اینجا ببینیم حالا. بله راکتشو میزنه خوشبختانه. اینجا باید خیلی حواسمون جمع کنیم که اکسیر زیادی نداره. سریع لاوا رو از جلوتر از ساورمون میندازیم. بنازم پرنسس انداخت سمت چپ. الان دیگه خیلی چیز نمی‌کنیم چون اکسیرش هم کمه. میخواد من اکسیر الکی مصرف کنم. یه اسکلت دراگ که سمت چپ هم بزن. بنازم چه اسکلت دراگی انداختم. خوبه بنازم. یه دونه فریزم رو میزنیم واسه این فنو تاور. خب یکم با فاصله بالون میندازم که راکت میخواد بزنه به همش نگیره و تمام. جی رسیدیم لیگ 10. ببینیم حالا وین ریت چند خورده و وین ریت چند خورد. 74. خوبه بازم، ولی چون اولش هم با زدم. خب خلاصه دوستان عزیزی، انشالله که از ویدیو خوشتون اومده باشه. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو دیدید. اگر خوشتون اومد واسه دوستاتون هم بفرستید. از این به بعد تمامی ویدیومون با صدا هست و زنگوله چنلم رو فعال کنید. تا ویدیو بعد، یا حق.